میخوام درباره یکی از جدیترین روابط عاطفی زندگیمون حرف بزنم. رابطه ما و قهوه. قهوه فقط یه نوشیدنی نیست. قهوه اون دوستیه که صبح بدون قضاوت بیدارت میکنه، حتی وقتی خودت هم از خودت ناامیدی. همونیه که میگه باشه دیروز افتضاح بود، ولی یه فنجون بخور، دوباره تلاش کن. اصلاً به نظرم اگه قهوه آدم بود، از اونایی بود که همیشه دیر میرسید، ولی وقتی میاد همه چیز درست میشه. به نظرم آدما به قهوه وابسته میشن، نه به خاطر طعمش، شاید نه به خاطر کافئینش، بیشتر به خاطر اون لحظه‌ای که باهاش ساخته میشه. لحظه‌ای که دنیا یه کم عقب میره، صداها آرومتر میشن و تو برای چند دقیقه فقط هستی. قهوه برای من شروع نیست، ادامه است. یه جور ادامه دادن وقتی حوصله‌ش رو نداری، یه جور ایستادن وقتی باید بری. یه فنجون کوچیکه ها، ولی یه جور عجیبی وزن روزمرگی رو سبکتر میکنه. و جالبه، قهوه چیزیه که تلخه ولی خیلی عاشقشم. از اسپرسوی ایتالیایی گرفته تا اون قهوه‌ای که تو لیوان میریزی و هنوز دونه هاش ته‌نشین نشده، ولی بازم با عشق میخوری. حالا ممکنه الان که این حرفا رو میزنم هیچ قهوه‌ای هم در کار نباشه. یه آتیشی روشنه، شعله ها آروم بالا میان و میرقصن. یک کتری رو آتیشه و چیزی که داره توش دم میکشه قهوه نیست، ولی خب حسش همونه. همون مکس، همون فاصله گرفتن کوتاه از همه چیز، همون لحظه‌ای که انگار زمان کوتاه میاد، اون لحظه‌ای که لازم نیست جواب کسی رو بدی، لازم نیست عجله کنی، لازم نیست حتی فکر کنی. فقط میشینی به شعله ها نگاه میکنی، به صدای آروم جوشیدن گوش میدی و یه جایی درونت همه چیز کمی مرتب‌تر میشه. از بیرون که نگاه کنی شاید فقط یه آدم کنار یه آتیش با یه کتری ساده، ولی از درون اون آدم داره خودش رو جمع جور میکنه، داره از شلوغیا فاصله میگیره، داره یه تیکه کوچیک از آرامش رو پس میگیره. نمیدونم، شاید زندگی همینقدر ساده باشه. چند تا مکس کوتاه وسط یه عالمه دویدن. یه چیزی هم باشه که کمک کنه اون مکس رو جدی بگیری. برای بعضیا شاید یه کتری رو آتیشه یا یه پک عمیق به سیگارشون. در نهایت قهوه برای من یعنی یادآوری این که لازم نیست همیشه برسیم. گاهی فقط باید بایستیم، نفس بکشیم و اجازه بدیم لحظه خودش اتفاق بیفته. پس اگه الان این تصویر رو میبینی،
یه آتیش، یه کتری، یه سکوت کوتاه. این همون لحظه است. چه اسمش رو قهوه بذاری، چه هر چیز دیگه، مهم اینه که برای چند دقیقه زندگی آرومتر شد.